bir istagining chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam. صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. السلام علیکم بیننده ها، تماشابینان عزیز، صحت سلامت هستید؟ خوب؟ البته امروز ما جماعت شهنان باز همراهی شمایان دیده به دیده رسیده ایستادیم طریق آینه نیروگین. مخلصان عزیز، امروز ما در دهه آهلیک شهر سمرقند حاضر هستیم برای تبریک کردن شاعر خاله از نام فرزندان عزیزشان. این لحظه های خرسندی، این لحظه های شادیانه زادروز را همراهی شمایان به هم میبینیم. تیار باشد اگر آغاز میکنیم. Otganga jonini otgan, dar cheksangda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، مادران مهربان، خوش آمدیدتان میگویم به خاندان شاعر خاله. به حضور شنیدتان استراحت کنیدتان، برای عروس نازنین اجازه بدهیم شنیدتان. امروز برای تبریک شاعر خاله آمدیم. برای شنیدن خرسک میزنیم، پیشا و تکلیف میکنیم. همینجا می خودشان مرحمت. Boshni eksam men bormanki mehr kutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. خرسک زنیم برایشان. شاعر خاله بیت بیاریم آن بر. السلام علیکم. شاعر خاله زادروز مبارک. روز تولد را، میلاد عمر را مبارک باد میگوییم. اینا ببینید که در روز زادروز شما در دهه آهلیک ما کشاده شوی محله شوسته است. اینا هم همین بر راست قدم آمده روز خرسندی بر. چرا که همی شاعر خاله دهه آهلیک با یکی از زنهای فعال، یکی از زنهای پیشقدم دهه آهلیک ما. البته امروز روز خرسندی مبارک. شاعر خاله 16 17 18 چند به در آمده؟ 68 17 18 18 ساله. بگذارم خیلی جوان شده گردید، هیچ وقت پیر نشوید. دم پیری به دولت پیری دیدن نصیب کنند. از نام دو شاه پسر، از نام دو دختر نازنینتان شما را تبریک میگوییم. گفتند که مادر ما بعد خداوند کریم یگانه انسانی که تمام هستی خودشان را برای ما بخش کردند، فدا کردند، جوانیشان را، تمام بود و نبودشان را برای ما فدا کردن. مادر عزیزی ما امروز زادروزشان است. میخواهیم که همیشه سربلند باشند، هیچ وقت خستگی را نبینند و همیشه سایبان شده گردند. این کس نبیرمی ابیرمی نبیره شده البته نبیره شیرینتان. انسان بسیار هم ثواب طلب و ثواب دوست هستید شما. بگذارید خاندان و ایخه نبیره ها و ابیره ها زیاد شود. مانند یعنی طفلکی نازنین بیگناه شده همیشه صحت سلامت شده گردید. روز خرسندی مبارک باشد. امروز فرزندان عزیز گفتند که مادر من به شعر زیبایت را رسانید. مادر خودش فرشته بوده است و فقط قناتهایش دو بالش نمایان نمیشده است. اگر در سر فرزند چی مشکلی چی دشواری بیاید، اگر علمو قناتها را کشاده فرزند را از مشکلی ها پناه میکرده است. مادر آن نفری بوده است که رویمال سر 15 سالش را عوض نمیکرده است. من دوست میدارم گفتم میالانده است فرزندش را، چرا که علمو فرزندی من مهنت کیسه است، خودش و فرزنداش بخوراند و من برای وای دشواری نبیارم میگفته است. لیکن مادر این فرشته است. مادر بسیار هم بزرگترین ذات است بهر فرزندان. برایتان میگویم باز از دل شعر میگویم برای مادرم، باز از دل شعر میگویم برای مادرم، از صداقت میکنم جان را فدای مادرم، مهری بیمانند او را سالها پروردم، می هم با شادمانی سر به پای مادرم، خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم، چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم، پند او را تا ابد در یاد می دارم نگاه، از ضمیر قلب می آید صدای مادرم.
مادر ما فقط ما را برای راستی، نیکی، خوشبختی آموزاندند. در زندگی همچون یک آفتاب درخشان راه ما را روشن و زیبا کردند. خودشان گل ثبت خاندان ما هستند. اگر مهمانان قرصک زنند، اگر یک تا گلدسته زیبای میسپاریم گفتند، مرحمت گلدسته میسپاریم اون جان شما، مرحمت. و البته در اون دنیا از همه کتاب قیمت بهاترین که برای ما تحفه ساختند، این هم فرض است و برای ما خوشبختی کتاب قرآن را برایشان تقدیم می‌سازیم. مرحبا. البته شاعر خاله حاضر فرزندان هم باشن همینجا. همه فرزندان را تکلیف میکنیم. دو دختر و دو پسر را یک جای همراهی مادر ایستاده شیرینی را میبریم. کلین پاشا ها مرحمت، شما هم نزدیکتر ایستیتان. یک جای تارت بریم. بگذارید خاندان پروفایزی شاعر خاله هم خیلی بزمهای زیبا هر بار باشد. شاعر خاله 120 ساله شوید، حاجیانه شوید. حج آشیابه هم تو شما پیشواز گفتن و شما تبریک کردن با خداوند کریم برای ما نصیب گردانند. روزی خورسندی مبارک باشد. مرحمت. یک تا شیرینی را تیار کنیم، تارت ها را یک جای میبریم، از آن تناول میکنیم. مرحمت. روزی خورسندی را البته شاعر خاله یک تا اکنون سخنهای تبریکاتی مهمانان را میشنویم. معلم من در نزد ما ایستادین. مرحمت. از نامی هم خویشان و هم گذر تبریک میکنند. مرحمت. مادر به جان برابر مادر، بیکاره نشد پسر میسر مادر، نه خواهر نه دادر به جای مادر، آینه چشمی پیش چشمی آدم مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز. من از این فرصت پرپیس استفاده برده آیتیمولم را با یه روزی زادروششون با روزی 57 سالگیشون از صمیم قلب تبریک و مبارکباد نموده و این کسی از سلامتی عمری دراز بسر دادراشون الهیم صحت و سلامت باشم، بسر آیلاشون همه وقت ساق و سلامت باشم، همه وقت روزای خورسندی بینم. من این میمونه که نو اومدگی الهیم با پای قدم بیاد، عمرکش دراز شود، کلان شود، مانند آنش چقان و وی شود. هم آتون و رحمتی کلان همه وقت خدمت خلق بشود. من با روز زادروزشون من چایخانی ما نو ادکری دیشیست است.
اینم یک وای آبادی وای خلق مهم. با چی بگم هم یک کدوم صحت و سلامت باشد و یک از عمری دراز میخواهم. سری فرزندکاشون من ساق باشن، نیاریکشون کلون شود، خدمت آنش کنه، خدمت پدر و مادرش کنه. هم یکاتون خداها خوش آمدتون، نوری دیده تاجی سر میبیم. یه قرصک زنیم. رحمت سلامت باشد. البته باز خانهای تبریکاتی باشد. کدامشان تبریک میکردشند؟ شاید خدا؟ معلمه. دوباره فقط بفرجه. شاید گونه جان خدای خوشچقچق و مهربان خواهری عزیز زادروزتون مبارک باشد. همه وقت در رسوی خورسندیتون یار و دوستکو همراه باشد. هیچ گوه غم چشمتون نم لتون غم رو نبیند. همیشه شاد و فیروز باشد. شتبری که میگویم مادر به قدم هایت من سر میمانم. هر حرفی تو را دروغ هر میدانم. گر یک عکسه آید از دماغم من پندی تو را مشکل کشاف میدانم. سری نیورای ایورای چیوره و به همه وقت دو گوشت گردید. الهی برزی خورسندیتون با همه وقت یارو دستکو. من همین تبریکات با اومدگی انسان ها همه جمع شوند و دوگوی هم شوید. شاد رزی و فرزی نصیبتون باشد. الهی مکرد رزاکوی نفس نصیب شمانم باشد. همه خیلی سنهای مبارک به شمانم کار رسیدون. مرحمت به دقتتون تشکر. رانا خدا میگویند که ما رقص است که تبریک میکنیم. مرحمت. بیجان همه وقت سر مانده ساق سلامت گشته حضور بچه کتونو دیده همه وقت ساق باشه. همه وقت خدمت خلق بودگیتون و الهی باید که شما به خار نخریده. همه وقت بچه کتون پشته کتون ممونن حضور بچه کتونو دیده ساق سلامت سر که مان بگردید. زاد روزتون مبارک باشد. صد بدهید. رحمت سلامت باشد. زاد روز مبارک. البته مادرانی عزیز زن بانوان در اینجا شاید خدا من فکرم همه همسیفاتان هم دو 18 ساله جوانیت شروعی شغل ازگینگه میمانیم شما با یک جای اینجا برآمده خوشحالی که میرقصیم خورسندی میکنیم با راه برای شمایان. مرحمت سرودهای شوق برای شما یک جای میرقصیم. زاد روز مبارک باشد. Baba
گلزار دمید است بیایه بیایه کی دلدار رسیده بیایه بیایه کی گلزار دمید است بیایه بیایه کی دلدار رسیده والا بیننده های عزیز تماشابینان ما امروز بزم زیبا نیز با آخر رساندیم و البته این خیلی بزم ها همیشه باشد و همراه شمایان به هم بینیم و آن لحظه های خرسندی را با شما همیشه به هم دیدن نصیب کند. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید، صحتمند و سربلند باشید.